از بلندی بیشتر از 1000 متر این منظره را می‌بینیم که بعد بستن مجرای وخش پیدا شده است. این حوض صنعی آبانبار بزرگترین نیروگاه راغون است. در آن تا امروز 200 میلیون متر مکعب آب جمع شده است. امروز اگریگات دوم آن را به کار انداختند. یکصد و 140 روزنامه‌نگار داخلی و خارجی فعال کردن اگریگات دوم راغون را تماشا کردند. پرزیدنت امام علی رحمان با شیوه پیشین بر جایگاه نیروگاه راغون در اقتصاد تاجیکستان تاکید کرد. این انشاءات حیاتاً مهم مطابق به طلبات معیارهای بین‌المللی صفت و بی‌خطری و با استفاده از تکنولوژی‌های نوترین بنیاد شده ایستاده است و در آینده نزدیک نه تنها خاندان ساکنان تاجیکستان را نوروشن می‌کند بلکه به کشورهای منطقه نیز خدمت خواهد کرد. راغون از ساختمان‌های عظیم سال‌های 70 عصر گذشته است که در 10 ساله اخیر بعد توقیف با سازی‌اش شروع شده است. حدود 20,000 نفر در اینجا مشغول کارند. اسکندر دوام 7 سال فعالیتش در راغون از کارمند عادی تا مدیر قطعه رسیده است. ما 22 سال در مسکو کار کردیم. نه که اینجا وطن چشید همینجا اومده کار کردیم. ما احساس داریم که پروردگار ادا آوردش که نه وقتی هم آخر شود بریم تمام. تاجیکستان می‌خواهد با بنیاد این نیروگاه نورسایی نیروی برق را که در 6 ماه سال مردم از آن رنج می‌بردند برهم زند و انتقال آن را به کشورهای منطقه بیشتر کند. در حال حاضر فقط ما در موسم گرمی یعنی که از ماه اپریل سر کرده تا امروزها میتوانیم تا سپتامبر یعنی که در دوره گرمی ما میتوانیم انتقال برق تحویل کنیم به همسایه کشورها. در وقت پورا با کار در آوردن ما میتوانیم چی در زمستان چی در تابستان انتقال کنیم. پارسال اگریگات یکم نیروگاه را به کار انداختند و انتظار می‌رفت که مردم از محدودیت برق خلاص می‌شوند. با سبب ایجاد نقص تکنیکی که نم کشیدن سد آبانبار عنوان می‌شد بیش از 1 ماه کار اگریگات اول قطع شد. این وقت با یگان کمبودی کاری چرخ دویم بنیست ناسکارکاری است. آن پارامتر تکنیکی خاراکتریستیکی که заводهای استحصال کننده دادند اجرا هست به یگان کمبودی. برای همین باوری داریم که مدت دور و دراز این چرخهای کاری به یگان کمبودی کار میکنند. نیروگاه را اساساً از مبلغ‌های بودجه دولت و پول‌هایی که از مردم جمع کردند می‌سازند. قبلا خرج آن را بالاتر از 3 میلیارد دلار می‌گفتند. تاجیکستان را سازمان‌های مالی برای تشبثی ساختن چنین نیروگاه بزرگ تنقید کردند. با تاکید آنها چنین لایحه نباید فقط از بودجه دولت مبلغ گذاری شود. مقامات تاجیک در نوبت خود اظهار داشتند ساختمان راغون نورسایی برق را از بین میبرد و باعث رشد اقتصادی میگردد. در این سطح آبی که امروز در آب انبار ما هست چرخی کاری هر یک چرخ کاری 120 مگاوات توانایی میگیرد. مقامات تاجیک افغانستان و پاکستان را از خریداران عظیم برق نیروگاه راغون می‌حسابند. ما امیدوار هستم که با افتتاح چرخه بعدی از این در نرخ برق در افغانستان کشور تاجیکستان کمتر چی بکنه کاهش بیابه و دقیقاً اگر این ایجاد شود این میتونه کاهش بکنه بیاره در صرفه برق و کمک اقتصادی برای مردم افغانستان شود. اقتدار تولید نیروگاه 3600 مگاوات را تشکیل می‌دهد. از 6 اگریگات عبارت بود. سال 2026 سنه انجام ساختمان گفته می شود.